برای در شرکت فبرلی کار کردن не обязательно که شما بلاگر باشین. امروز برای شما یکی از старший دایرکتوری موفق کماندم عدالت جان شناس میکنم. наставник داشتنم شرط و ضرور نیست در بیزنس. وقتی که عدالت старший دایرکتور شد با ما شناختم شکی در کماندای ما با نام عدالت گفتنی دخترک بوده که کار میکرده. زیاده از 600 نفر زنان و دختران در تگی دستش کار میکنن. مادری 3 فرزند. زبان روسیه تماما نمیدونه. شرط و ضرور نیست که در راه بیزنس فبرلیک شما زبان روسیه دانسته بدونین. برای همین قپا و خواهر عزیز، یکی از زنهایی که خوش سخن، مهربان، همه وقت در علاقه همراه شما عدالت جان. SMS های شما را در واتساپ عدالت انتظارم، یعنی که در کمانده کلون مهربانانه خودمان انتظارم. هر یک سکونتی زندگی تانه به قدرش برسینه و خودی امروز قدم های اولین خودتون در کمانده ما گذاشته زندگی خود را دیگرگون کنین. انشالله که ما برای شما راه بیزنس رو به پول می آموزانیم.